به فکر شما زیایی کیست؟ من فکر میکنم که زیایی اون نفری نیست که کتاب بسیار میخوند، چون که ما شخصیت ها رو میدونیم که کتاب های زیاد میخونن اما امروز آواز بلند نمیکنن اگر ناعدالتی را بینن، امروز خاموشند یا اینکه فقط با چاپلوسی قسم زیادشون مشغولن و وقتی که واخوری میشود با پرزیدنت کشور اونها درباره یا یگان کتابشون درباره خودشون میگویند، یعنی که درد جامعه را نمیگویند. همون آدمی هست که زیایی من حساب میکنم که و بغیر از اول درد جامعه را با خود حس میکند و از ناعدالتی رنجور میکشد، حتی اگر نتواندم آواز بلند کند در جایی که ضروریت نیست قرصک نمیزند، یعنی که زنده بود نمیگوید. و زیایی همین نفری هست که برای خود زندگی نمی کند و آینده فرزندانش رو فکر میکند، آینده نبیره هاش رو فکر میکند. زیایی یک شخص است که یک چند نشان دهنده دارد، سو مشخص. یکم تحصیلات بلند استانداردی دارد، یکم یعنی که علم معرفت داره، این بنیاد زیایی به سواد نمیشه. یکم تعلیمات، دوم نظام ارزشی معین را اعتراف میکنه یا پابند است یا پیرو است. مثلا اخلاق ملی میگیم، اخلاق کمونیستی است و اخلاقی دنیوی است. یک معیارهای معنوی اخلاقی هست که او در فضای او مثلا پایبند است یا حداقل از اونها پیروی میکنه، او را نشر میکنه. دوم اخلاق است. سوم جهانبینی جمعیتی، یعنی که زیایی کسی است که امی زمان باید شناسه. پیغمبر چی گفتن؟ کسی که زمان نشناخت جاهل مرد. یعنی او زمان رو باید شناس که امی کدام زمان است، چی روندها است، چی خطرها است، چی مسئله است. و اگر امی سه تا جمع کنیم انو گپ شما میشه. علامت چهارم زیایی داشتن موقع مستقل شخصی و جمعیتی. هم موقع مستقل شخصی چی به وجود میاد؟ ببینید اگر امو سه علامت اول گفتیم، ببینید یکم دانشی یا که چی بگیم تخصصی، دانش و تخصصی کافی داشته باشد، این یک. دوم اخلاق و ارزش‌های کافی در پابند باشد. سوم جهانبینی جمعیتی داشت. هر سه ای جمع شد بعد موقع شخصیتی شکل میگیره. اما اگر این سه پایه نیست و موقع شخصی داره، موقع یک موقع پوچ بی ارزش است. اگر گاز پوشیدم و رفتم و اعضای اتفاق نویسنده ها بودم و اعضای اتفاق تئاتر بودم چون برای همین منم همچون زیایی قبول میکنم. تو زیایی نیستی. آیا نه عشق، نه آتش، نه آفتاب و زمین ندارد این همه قدرت که خلق با لینین؟ تو زیایی نیستی. اگر هر گپ آب ششته و شاعر میگه و شاعری دیگرش همین تکرار میکنم، تو زیایی نیستی. وقتی میبینی که ملت در چه حال است و تو خپی، تو زیایی نیستی. وقتی که تو برابری همه قرصک میزنی، برابری همه سر خم میکنی، برابری همه میروی یک جا، تو زیایی نیستی. چون زیایی برابری همه قدم نمیزد. آن میخوایدت مرشم، آن نیپایات خورم، آن ادیناچکا. میفهمید؟ چون مسئولیتی دیگر دارد پیش خدا. چون مسئولیتی دیگر دارد پیش اون انصافی خودش، وجدان خودش. زیایی همه وقت میداند دلیر که پیش جواب دارد همه چیز. خاموش بودن در اون زمانی که همه 10 میلیون آدم اینه میگن تو خاموشی اما آواز نمی، اینم زیایی بودن است برادر. یه چیز فراموش نکنید، تاریخ آن طوری که هست همون گفته می شود. شما شاید امروز از من خواهید درباره شما یک کتاب نویسم و شما رو تمجید کنم، اما همزمانی من میدونم من این کتاب برای چی نوشتم. شما برای من یا پول دادید یا من به خاطر این باید ما فراموش نکنیم. تاریخ آن طوری که هست بیان می شود. جوینی وقتی که تاریخ نوشت، محمود تارابری گفت این یک جادوگر بود، اما امروز با محمود تارابری قهرمان میدانیم. سربداران در اون زمان میگفتن اینا جنایتکارن، امروز ما با وجود سربداران افتخار میکنیم.
تبری مقنع میگفت که نرشخی مقنع میگفت این آدمی خاک بر سرش این آدم، اما امروز ما مقنع میگیم در مقابل عرب جنگیده است. ما سپیتامین، شما چی فکر میکنید که سپیتامین یونانی ها داشتم ندادن، اما با نام سپیتامین مدال داریم. واسه وقتی که میبردن از بلجیوان توسط حساب میبردن به بخارا، در نامه‌ای که همون همراهی چی بود، این یک دشنامه‌های بسیار قبیح دادگن که اون دشنامه رو من گفتن نمیتونم، واسه فلانی فلان. امروز ما با نام واسه ناحیه داریم، با نام واسه ما مثل مجسمه داریم. فراموش نکنید یعنی خائنان امروز قهرمانان امروز. تاریخ شما چی خیلی خواهید نخواهید آن چی که هست همون گفته می شود. به این خاطر ما باید بدونیم که تاریخ قضاوت میکنند. در قضاوت ها تاریخ بسیار شدید است، بسیار بیباک قضاوت میکنه. به این خاطر ما طوری زندگی کنیم که باید فرزندان ما شرم ندارن.